خب در مرام من نیست دریوری گفته باشم، ولی در ملأ عام که مردم میبینن کلیپ بدی بیرون ناموس مردم داره میبینی فحش دادن این حرفا، در مرام من نیست، در مرام من نیست. ولی وقتی اصرار کنی تو زبونا بیفتی این وسطه‌ها بهت میچسبه. مثل اینکه مثلا شاید پیش من دو تا عمل دیگه داره، دو تا عمل دیگه پاهم بکنم، پاهم داغون شد، اونم تو خونه مثلا دو تا تیر خوردیم، حالا هر چی مقصر نیست، بالاخره تو این حرفا. بعد میام اونور میگم من با اینا باید مثلا اداره چیز میکنم. خب اگه من اصلا چه دو تا پاهم ناقص دارم، مثلا دو تا عمل دیگه هم دارم، چرا زندان میبرنم؟ خب چرا تو این سن سال باز بعد برم زندان؟ با من میگم من شمرون دارم زندان تو برج آبرو اونجا اصلا کسی عادت نداره این حرفا که بریزن تو خونه ما. من به خونه مثلا زن بچه ما به ترس تنشون بلرزه، زن بچه ما تنش بلرزه بیاد، بعد شما هم بگید من با اینا همکاری میخوام با حق جور در میاد. میگم دیگه چرا؟ چون اسمت سر زبون افتاده، کسی خوشش نمیاد. تو این صنف کسی دوست نداره که اسمش تو بالاتر اون یکی بیفته. تو چیکار کردی که اسمت شد نفر یک؟ من دوست دارم به قرآن حضرت عباسی هر کی میخواد این اسم برداره بره حضرت عباسی برای خودش، ما بیام تایید این قرآن من دارم تایید میگم، ولی دیگه گیر کردیم، گیر کردیم تای کوچه بنبست گیر کردیم. این تای کوچه بنبست تای دعواه هانی، تای دعوا دیگه گیر کردیم دیگه. اسم بعد ازش دفاع شد، بخوای عقب بکشی به اتوبان همت رفتی، اتوبان همت رفتی. بله شما تو لاین سبقت اتوبان همت داری میری، میتونی ترمز کنی؟ میتونی اپوش بزنم بهت بیاد، میتونی دنده عقب بیاد باز اپوش بزنم بهت، اگه جرأتش داری این کارو رو بکن. تو لاین سبقت تو من اگه جرأتش داری بزن تو جرأتش داری، جرأتش داری دنده عقب بیاد بعد بری دیگه. هانی کرده تو لاین سرعتی داره میره که امکان نداره پاشو بذاره رو ترمز. امکان نه، نمیتونم. خب میزنم بهم دیگه. پس این راهو با همین سرعت باید بری. با همین سرعت باید مجبورم، میدونی مجبورم یه جوری با هوش و درایت یه کاری کنم که تموم یه جوری باشه چیز کنم. من فقط دنبال اینم که از خودم یه جوری دفاع کنم، یعنی دنبال هیجان و استر کردن و کار جدید کردن من نیستم. تو میگی هانی کرده از این دیگه نمیخواد معروف‌تر بشه. آخه به چه دردم اصلا چی میخوام من بزنم چی میگم هر جا میشناسم. آخه به چه دردم میخوره؟ حضرت عباس اصلا نشسته با من میگم الان بعد آرزو داشتم مثلا بچه بودیم 20 مثلا نمیشم میگفتم زندگی بشه نمیشم میریزن راه بره تو خونمون اصلا اینجا کسی عادت نداره با مثلا هم شرمنده زن بچه هم همسایه‌ها چی میگن بهت؟ چیزی همه دوست دارم ما اونجا سرمون پایین اصلا میگن اصلا ما باورمون نمیشه مثلا هانی مثلا اینقدر اون که میشناسن اینقدر آدم مثلا سربزیری باشه. همسایه‌ها ازت نمیترسن؟ نه اول شاید ولی خب الان 10 سال اونجا هم میشناسن باشه. اتفاقا اگه یه موقع کسی هم کاری مشکلی داره من میگم واقعا هانی اگه اینجوری باشه دیگه خیلی جمعیت زیاده بود همه میشناسنت اونجا. بله همه میشناسن. خب اگه اینجوری باشه که دیگه هانی کرده الان یک قهرمانه دیگه ها. نه خب قهرمان اون برج مثلا یه جایی که بشناسن چند سال با آدم زندگی کنن نه کسی که نشناسه خیال میکنه خور است خیال میکنن مثلا اما شما میگی برای من دردسر شه. خب یه سری هم هستن آقا مجید مثلا به قول شما که میخوام مثلا دردسر جان شاید خود اونها هم ببینن من دردسر نیستم ولی به خاطر که استر کنن یه پرونده درست کنن که دردسر خودشون هم میدونن که هانی دردسر نیست. هانی دردسر نیست. نه ولی خب به خاطر که استر کنم شاید هانی رو بنزنم تو دردسر. فرق نداره این ور اون ور نداره آقا مجید. دو تا دنیا رو تو تجربه میکنی، دنیای شمرون و دنیای زندون و بیسیم من میخوام بفروشم برم دوره بیسیم دیگه اونجا عادت دارم بریزم تو خونه مامورا و همسایه عادت دارم اینجا بنده خدا افت قیمت داره اونجا دیگه منطقه کی میخره اونجا چی بگم دیگه بالاخره تومون داره دیگه هر کاری یه تومون داره دیگه ولی لذت داره که از هانی کرده بترسن همه بترسن. نه به خدا چه بترس اصلا لذتی نه ترس چیه احترام لذت بگن چه بچه با منفعتی اصلا لذت نداره. من الان اونایی که مثلا با من مثلا اونایی که مثلا همسایه‌ام میگن مثلا مامورای خبره مثلا میگن بعضی موقع استش میگن چقدر بابا این مثلا آدم خوبیه اون لذت داره. ما چند سال مثلا با ما اینجا ما چشامون بدی دیدیم این بدی ندیدیم اون لذت داره. اونا که آدمو میشناسن لذت داره. من اما اینو به کسی نگفتم این یه چیز سخته خدایی هم الان شما دارم من چند وقت پیش تیر خوردم اینجا ببین چه چیز بدیه. حالا اینو میگم جوونایی که میخوان ایران رو بیافتن توش بدونن که نمیتونن ایران رو برن چقدر سخت. من اینجا تیر خوردم رفتم ویلا شما ویلا بریم پیش شمال برجمون رفتم شمال با زن و بچه مادرم هم دکتر باید تو آب راه بری تو استخر راه بری رفتم اونجا دو تا رفیقام تو شمال
قهوه‌خونه بود، با ما یه عکسی گرفتن و گذاشتن و آقا نبی اینجا دعوا شده بود، حالا سرتو درد نمیارم. به جون دخترم ساعت 12 شب 10 تا مامور تو شما ریختن تو خونه. چیه؟ پای من تی خودی با اصلا. آقا گفتم اومدین اینجا دعوا کنید، پیگیره دعوای فلانی و فلانی که شما باشون عکس گرفتید. گفتم برادرم من پام تی خودت چی میگی؟ گفت داد ستون واسه برسون مامورات تو. دیدم پای من تی خورده، خانواده خونم شدم مجردین اومدن اینجا. ولی حال من بد شد جلو زنم. چقدر حال من بد شد. میفهمی چی میگم؟